گوشنه به شعر میزند. با وجود جنگ روسیه با اوکراین و تحریم غرب علیه روسیه، شمار مهاجران در روسیه زیاد شده است. تا باور به زلزله بودن بناهای 3 شهر بزرگ تاجیکستان سنجیده می شوند. بازداشت بلاگری تاجیک در سنکت پتربورگ. با وجود وارد جنگ با اوکراین شدن روسیه و تحریم‌های سنگین علیه این کشور، با وجود آنکه خبرهای ربوده به جنگ برده شدن مهاجران در سال 2022 خیلی زیاد رسانه‌ای شدند، شمار مهاجرانی که برای کار به روسیه رفتند در سال 2022 به جای کم شدن افزایش یافته است. یک تحقیقات نشان داده است در سال 2022 نظر به سال 2021 30% بیشتر مهاجران به روسیه وارد شدند. طبق اطلاع خبرگزاری رسمی تاس روسیه که روز 20 فوریه با استناد به تحقیقات فینکسپرتیزا نشر شد، در عموم سال گذشته 13 میلیون نفر به روسیه وارد شدند. تقریباً 3.5 میلیون نفر آنها هدف سفر خود را کار گفتند. در سگانه اول شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارند. اما سوال مطرح اینجا این است زمانی که به هر مهاجر ربوده به جنگ برده شدن تهدید میکند و از این بدترش زنده برگشتن از جنگ یگان کفالت ندارد، بر زمین این از پی تحریم غرب شرایط اقتصادی روسیه بد شد. با وجود این تحقیقات نشان داده است که به جای کم شدن شمار مهاجران رو به روسیه آورده زیاد شده است. کریم جانیاروف، کارشناس امور مهاجرت، به پیام گفت که سبب اساسی بیشتر شدن مهاجران در سال 2022 نسبت سال 2021 این کشودن راه بعد کسلی ویروس کرونا و در نتیجه جنگ قیمت شدن محصولات و کمچین شدن کار در وطن می باشد. یک قسمی هموطنان از حساب آن که در روسیه دیگران کار میکردند و در تاجیکستان ساختمان داشتند، هرچند نسبتا نرخ کار ارزان باشد هم در وطن به کار تامین بودند. کارهای ساختمانی نفرانی در روسیه بوده را اجرا میکردند. وقتی که نرخ خوراک بالا رفت و در روسیه هم مصرف مهاجران زیاد شد، این باعث آن گردید که مبلغی به دست می آورده مهاجر در روسیه حتی از خورد و خوراکش زیاد نکرد. یک قسم تاجران هم کار خود را از سبب پست شدن سودا بس کردند. بعداً ما تاجیکان در مسئله به غیر روسیه به دیگر کشورهای خارجی برای به کار رفتن در یک باطلاق در مانده ایم. نه زبان می دانیم نه اختصاصی لازمی داریم. درباره گرفتن روادید حاجت گپ هم نیست. ایلهام جان یعقوبوف، راهبر اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی در اروپا میگوید زیاد شدن فقر و ناداری در کشورهای آسیای مرکزی مردم را به آن وادار کرده است که با چی واسطه نباشد نان یابد و فرزندانش از گرسنگی نمیرند. این است که حتی جنگ روسیه با اوکراین پیش راه مهاجرت به روسیه را گرفته نتوانسته است. من در این مسئله 3 سبب اساسی را میبینم. یکم این است که تحلیلی که یا تحقیقاتی که در روسیه انجام شده است، شمار مهاجران را نظر به سال 2021 گرفته شده است که چنانه که ما میدانیم 2 سال پیش، یعنی سالهای 2020 و سال 2021 در روسیه محدودیت ها به خاطر کووید 19 عملی می شد و این محدودیت ها تنها تیر سال 2021 برداشته شد. یعنی در این 2 سال هم صفی مهاجران در کشورهای ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان زیاد شده بود که این مهاجرای تیار شده غیر از اون مهاجرایی که رفت آمد داشت میکردن زیاد شده بود. یعنی اونهایی که علاقه سینشان به 18-19 رسیده بود و به روسیه بار اول می رفتن، آنها با این محدودیت ها رفتن نمیتونستند و یک باره سال 2021 شمار این مهاجران زیاد شد. و دوم اینکه اگرچه تحریم غرب به روسیه هست، اما تاثیر آن بیشتر به تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان هست و سطح بیکاری و تهدید و فقر و بینوایی در این کشورها بیشتر است. و وقتی که مهاجر این تهدید را میبیند، تهدید فقر و بینوایی را، البته او با یک امیدی زندگی خوب، با امید تامین کردن عائله خود مجبور است که به
روسیه که بی‌روا دیده است با آنجا سفر کند. و سوم مسئله این است که پس از اعلان موبیلیزاسیا که تابستانی سال 2022 از جانب روسیه شد، تقریبا 1 میلیون روس‌ها بیشتر جوانانی که همچون راننده، کورئرها و یا ساختمانچی کار میکردند روسیه را ترک کردند به خاطر جنگ نرفتن علیه روسیه. و وقتی که این جایها خالی شد و روس‌ها زیاد این جای کارا رو تبلیغ کردند در کشورهای ما و همین طور وقتی که تبلیغ زیاد میشد واقعا سطح مهاجر هم از کشورهای ما دیده دانسته که در آنجا کار هست رفته است. و این سبب است که سال 2022 صف مهاجران از این کشورها زیاد شد. کمیسیای مخصوصی کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت تاجیکستان برای آموزش، تحلیل، بهادهی رعایت معیار و قاعده‌های شهرسازی کار خود را شروع کرد. تاب‌آوری بیناهای بلندآشیانه به زلزله در 3 شهر بزرگ کشور دوشنبه، خوجند و باختر از جانب کمیسیای مخصوص سنجیده خواهد شد. این کمیسیه را معاون رئیس کمیته عبدالرحمن کریمزاده سروری خواهد کرد و در این کمیسیه از ریاست کمیته خدمات نظارت دولتی معماری و ساختمان، اینستیتوت گئولوژیا و سیسمولوژیای اکادمیای ملی علم‌ها، پژوهشگاه علمی تحقیقاتی ساختمان و معماری، کارخانه واحد دولتی لایحه‌کش و دیگر متخصصان عضویت دارند. بنا به اطلاع کمیته ساختمان و معماری در این سنجش کلی انشاءات‌های در دوام سال‌های 2018-2022 ساخته شده و در حال ساخت و ساز در شهرهای دوشنبه، باختر و خوجند مورد آموزش و تحلیل قرار می‌گیرند. در دوام کار رعایت معیار و قاعده‌های شهرسازی، رگلامنت‌های تکنیکی صفت تکنولوژی کارهای ساختمانی، مواد و مصنوعات ساختمانی، اینچنین دیگر سندهای قانونگذاری شهرسازی و تاب‌آور بودن بیناها به زمین لرزه سنجیده خواهند شد. قرار است این کمیسیه کارش را تا 10 مارس سال 2023 به انجام رسانده از نتیجه کارش به رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت تاجیکستان گزارش دهد. تا چه حد این کمیسیه به کار خود موفق خواهد شد، نظر سید اسحاق بابایف صاحب کاری را که در تاجیکستان به ساختمان بیناهای بلندآشیانه مشغول بود میشنویم. کمیسیای کاری که در تاجیکستان جهت سنجش ساختمان‌های بلندآشیانه به ترتیب داده شده است، کسی این را نمیتواند ضمانت بدهد که آیا این ساختمان‌هایی که این کمیسیای کاری اینها را سنجش میدهند میگذرونند در آینده در زلزله‌هایی که به وقوع پیوسته است به شدت‌های زیاد آیا اینها تاب‌آور هستند یا نه، این را هیچ کس نمیتواند ضمانت بدهد. چرا؟ چون که مشکل را این کمیسیای کاری مشکل اساسی را حل نمیتواند بکنه. مشکل اساسی در اینجا است که ساختمان‌هایی که مثلا بخصوص از طرف دولت ساخته می‌شود، مثلا در ریاست‌های ساختمان‌های اساسی شهر دوشنبه و دیگر شهرها و یا اینکه در ریاست ساختمان اساسی وزارت‌ها یک آزمون تندری اعلام میکنند، اکثر پدرچی‌ها در این آزمون اشتراک میکنند. جهت کسب این آزمون فرمایشگر با پدرچی‌ها پیشنهاد میکند که هر کسی که درصد مبلغ زیاد برای ما پرداخت کند همون را، یعنی پاره درصد زیاد بگیرد بدهد به همون فرمایشگر، همون غالب آزمون خواهد آمد. مشکل اساسی اینجا است که 10% تا 15% این مبلغی که جهت ساختمان باید اجرایی شود در اینجا دزدیده می شود. این را مشکل اساسی از طرف فرمایشگرها است. و دوم مشکلی که من میخواهم به همچون یک ساختمانچی این را بیان کنم، تا به حال این را هیچ کس اهمیت نداده است و مقامداران هم نسبت این بی‌توجهی میکنند. تاجیکستان اجازت میدهد که محصولات ساختمانی که صفتشون بسیار پست است از خارج وارد میشود و از شرکت های خارجی که مثل شرکت های چینی که در تاجیکستان آرماتور استخراج میکنند با بسیار صفت پست آنها استخراج میکنند همون آرماتور را. اینها در آینده به ساختمان ها هیچ وقت به این طلبات جواب گفتن نمیتواند، زیرا که تاجیکستان به این هیچ وقت اهمیت کامل نداده است و دیگر ساختارهای قدرتی که باید سر راه این را بگیرند تا حال هیچ توجهی کامل به این نکرده است. پس اگر در زمین لرزه‌ای که در آینده به وقوع پیوندد خدای نکرده
این ساختمان‌های بلندآشیانه نه تنها بلندآشیانه که قبل از سال 2018 تا 2020 ساخته ساختمان‌هایی که قبل از این هم ساخته شده است و این طلب‌ها هیچ وقت جواب گفتن نمی‌تواند و با این زمین‌لرزه‌هایی که شدتشون بلند باشد تاب‌آور شده نمی‌تواند. اقدام حکومت تاجیکستان در مورد سنجش تاب‌آوری ساختمان‌های کشور به زلزله‌های احتمالی در حال صورت می‌گیرد که 6 فوریه در پی یک زلزله شدید در ترکیه و سوریه صدها بینای مسکونی خراب و بیش از 40,000 نفر جانهای خود را از دست دادند. قبلا مقامات تاجیکستان اعلام داشته بودند که انشاءات و بناهای کشور با نظرداشت زلزله 9 بالا ساخته شدند و در 150 سال اخیر در قلمرو کشور سخت‌ترین زلزله با شدت 7.2 بال رخ داده است. در سنت پتربورگ روسیه کارمندان شعبه کافتوکاوی جنایی یک شهروند 36 ساله تاجیکستان را بازداشت کردند که در جستجوی بین المللی قرار دارد. فانتانک روز 21 فوریه خبر داد که این مرد را یک روز پیش تقریباً ساعت 11 صبح در کوچه میسینکا بازداشت کردند. در قلمرو فدراسیون روسیه او قانونی است. همزمان از ماه ایول سال 2020 با اتهام سنگین او در جستجو قرار داشته است. با گفته مفتشان این مرد یک کانال شخصی خود را در یوتیوب راه اندازی کرده در آن گویا وی برای سرنگون کردن نظام دولتی در تاجیکستان دعوت‌ها داشته است و همچنین این بلاگر به برانگیختن عداوت نژادی و مذهبی متهم است. این مرد را به اداره پلیس بردند. تشبسکار جستجو مقامات انتظامی تاجیکستان درباره دستگیر شدنش آگاه کرده شده است. در خبر از این بلاگر نام برده نشده است.